بچه‌ها، من از نظر هستم و اومدم با یه ویدیوی جذاب دیگه. راستی لایک و زنگوله یادتون نره. خب الان همتون سوال دارین که الان ببخشید ما ماشینی که الان رفتیم توی این سبد که بعدش هم اومدیم دوباره توی این یکی سبد اومدیم پایین قسمت ماشین رو کلیک کردیم و ماشین خریدیم. کجا میره؟ اصلا ما باید چجوری ماشین بخریم؟ این وی آی پی یا باید پول بدیم که آره، ولی پول مال بازیه. این الماسه باید برای وی آی پی. خب حالا وی آی پی رو باید چجوری بخریم؟ میریم تو این قسمت الماسه میزنیم و این وی آی پی ها رو میخریم. میبینین اینجا مثلا نشون میده شما مثلا برای اینکه وی آی پی 50 داشته باشین بعد وی آی پی 4 رو بخریده باشین با الماس و لول 10 باشین. من لول 5 هم تا 4 خریدم ولی نمیدونم وی آی پی چرا از بین رفته. ولی خب من مثلا این موتور رو دوست دارم. این قسمت رو میزنم این ناپدید میشه، ولی من این موتور رو بیشتر دوست دارم و میرویم بیرون. خب حالا کجا ظاهر میشه؟ میریم تو این نقشه، میایم اینجا زوم کنیم بغل این خانواده که میبینین این قسمت فشار میدیم یه علامت صورتی یا بنفش میاد. دوباره بازی رو ادامه میکنیم. ببینین توی این نقشه هم توی این قسمت هم علامت صورتی اینجاست، نشون میده که ما باید کدوم ور بریم. من میرم به طرفش و اینی که دقیقا اینجا میبینی و من یه بار استفادهش کردم بذار بهتون نشون بدم. برو سب کن، برو دیگه. فایده ای نداره، بذار یه کار دیگه کنم. دوباره میرم وارد سبد که نشون بدم اینجا ظاهر میشه. زن ماشینی ما رو انتخاب کنم ببینم یه ازش دور بشم. خب برمیگردم. ای بابا فکر کنم من این ماشین موتوره رو نابود کنم. ای ماشینم ظاهر شد. بله بعد ماشین قبلمون نابود کردم. دیدین ماشین من اینجا ظاهر شد. خب الان شما میپرسین که این چیه؟ روش کلیک کنیم بچه ها این قسمت رو میاره. چون میده که مثلا شما دوست دارین همین بلوک ها با این قسمت ها برن جلو، مثلا سرعت افزایش و اینجور چیزا. اینا بستگی به لولتون داره و من ترتیبش رو دقیق نمیدونم. بذار ببینیم برای من کار میکنم. نه و به یه لول دیگه برم جلو تا بتونم اونا رو استفاده کنم. الان براتون سوالی که من پروانه رو کجا دارم؟ همین قسمتی که اینجا هستش خونه. میرین روش یه چند تا نوشته میان قبول میکنین بعد برین یه جایی ماموریت اونایی که انجام دادین بهتون یه قسمت لباس میده. یکیش همینم پروانه است که خودتون اگه دوست دارین انتخاب کنین. پروانه من پیشنهاد میدم انتخاب کنین، میتونین بلند بپرین. خب حالا چه اسلحات باحالی وجود دارد. میریم اولیشون این تبره خیلی به در بخوره، تبره. بعد میریم پایینیش این تفنگه خیلی باله و خشاب این با این تفنگ یکیه، پس زیاد باید بخرین. الان نشونتون میدم نکنین، به این دقت کنین. این خشابه. حالا به مال اینم دقت کنین. متوجه شدین؟ میریم پایینیش اینو آخریش رو میگیریم، مثل لیزر عمل میکنه. این پایینیش که هیچی، میریم پایین ترش، میریم آخریه. ستای آخری از همشون بالترن.
اینم مثل اون تفنگ کوچولو است، فقط این با یه گلوله همه رو اسکلت میکنه، اون با 2 گلوله همه رو اسکلت میکنه. بالایش هم که خودتون میشناسین، این بمب شلیک میکنه. از این قوی تره. از کجا میدونم؟ چون این چیزاش نشون میده برای بچه ها. خب من میتونی با 2 تا از این بمبان همونطوری که دیدیم مطمئن چجوری نابود شد استفاده کنیم. حالا کجا میان اینا؟ دقیقا اینجا روشون کلیک کنیم و مثلا میگیم من میخوام مثلا این تفنگم اینجا باشه، تبرم اینجا باشه. همه اونا رو بعد اینجا بزنیم، مثلا تبر و تفنگ و لیزر و اینا رو بعد اینجا بزنیم. بعد مثلا این دوتای آخر که قفلن روش کلیک کنین یه سو بزنین. اینجا مثلا میتونین جای این یه لحظه مثلا جای اینو ما این عوض کنیم. اگر میشد میتونستین عوضش کنیم، ولی من این ترتیب رو دوست داشتم. خب تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.